تمام کسانی که این چند وقت از دست ترامپ دلگیر شدند و بیبی رو خیلی بیشتر قبول دارند برن یه سرچ ساده توی گوگل بکنن یا توی یوتیوب یک ویدیو یک متن در مورد مسئله پلیس خوب پلیس بد بخونن. یک ترفند شناخته شده پلیس ها برای اعتراف گرفتن از کسانی که مطمئن نیستیم جرمی انجام دادن یا نه و میخوایم اعتراف کنن، میخوایم ازشون بیشتر مدرک به دست بیاریم. میبرنش تو اتاق برای گفتگو. اول یه پلیس میره تو سرش داد میزنه، ازت مدرک داریم، اینجوری میکنیم اونجوری میکنیم، پدرتو در میاریم، این کارو میکنیم اون کارو میکنیم، حسابی میترسونتش. بعد این میاد بیرون، یه پلیس دیگه میره مهربون. نه این دوست من اعصابش خیلی خرابه، خیلی اینجوری، نه میدونم تو اینجا جرمی مرتکب، ولی هر چی شده خودت بگو، من یه کاریش میکنم. دو نفر که با هم همکار و دوست هستن، یکی نقش پلیس بد رو بازی میکنه، یکی نقش پلیس خوب، هر دو با هم یکی هن. ممکنه با متهم بعدی جاشون رو عوض کنن، اون یکی بشه پلیس بد، این بشه پلیس خوب، ولی یکیشون طرف رو از خودش فراری میده و طرف به ناچار به اون یکی رو میاره. قبلا این متهم به هیچ کدوم این اعتماد نداشت، ولی چون از اولی خیلی لگد خورده، حالا به دومی اعتماد میکنه، حرفاشو میزنه. این تمام روانشناسی ساده پلیس خوب پلیس بده. حالا بیاید رفتارهای ترامپ و نتانیاهو رو ببینید. ترامپ مدام میگه نه خوبم توشون هست، میتونیم به توافق برسیم، میتونن بمونن، نقش پلیس خوب رو بازی میکنه. این رو من 1 سال پیش همون تو جنگ 12 روزه توی پستام گذاشته بودم. نتانیاهو از ابتدا تا انتها میگه میزنیم و فلان میکنیم. حالا وقتی دوتا پلیس با هم پیش این متهم هستن، اگر پلیسی اونی که داره نقش پلیس خوب رو بازی میکنه بگه نه زیادم متهم نیست، اذیتش نکن فلان، اون یکی پلیس ممکنه سر این پلیس هم داد بزنه، تو نمیفهمی این متهمه، من ازش مدرک دارم. دعوای بین ترامپ و نتانیاهو، ناهماهنگی هاشون، گاهی وقتا که این میگه من توافق اونو قبول ندارم، اون میگه این زیاد تندروه من اینو قبول ندارم، تمام جنگ زرگری بین پلیس خوب و پلیس بد. این دوتا با هم دقیقاً برنامه تا بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی تا سالها بعد رو ریختن. شما فکر میکنید اینا صبح بلند میشن تاس میندازن که امروز چیکار کنیم، چه برخوردی با جمهوری اسلامی بکنیم؟ این برنامه‌ها سال‌هاست ریخته شده. مگه تک تک سران سپاه که زدن صبح تصمیم گرفتن امروز بریم یه پهپاد بفرستیم فلان سردار سپاهو بزنیم؟ سالها بود رفت و آمد و تردد اینا رو زیر نظر داشتن برای اون موقعی که بزنن. نظام قدرت جهانی اینا رو برنامه ریزی میکنه از قبل. شما یه مسافرت 3 روزه بخواید بلند شید برید از ایران شمال و برگردید، از قبل برنامه ریزی میکنه چی با خودم ببرم اگر تو راه این اتفاق افتاد، چی با خودم داشته باشم چی نداشته باشم. بلند میشن این همه چند تا ناو هواپیماور، این همه نیرو رو بیارن خاورمیانه، برنامه نریخته باشن حالا جنگ کنیم، یه وقتم دیدی وسطش توافق کردیم، حالتون خوبه؟ یعنی کسانی که این نگرانی ها رو دارن هیچی از سیاست نمیدونن، هیچی از نظام قدرت جهانی نمیدونن. ترامپ و نتانیاهو با هم دوست صمیمی ان، حتی جملاتی رو که میخوان به روزنامه ها درز بدن با هم هماهنگ میکنن، حتی اگه میخوان به هم بپرن با هم هماهنگ میکنن و خیالتون راحت باشه دمار از روزگار جمهوری اسلامی در. چه ترامپ چه نتانیاهو جفتشون هم دستشون تو دست هم دیگه است. ذره تردید نکنید. الان اینجا شما خیلی جالبه، 2 تا پلیس اومدن از جمهوری اسلامی دارن اعتراف میکشن، شما دارید به اون بد اخلاقه میگید خوبه بذارید اعتراف بکشه، اونی که داره نقش پلیس خوب رو بازی میکنه ترامپو میگید جا زد عقب رفت، ترامپ به درد نمیخوره، بیبی خوبه. اینا یکی هن. اینا دارن با هم همکاری میکنن، دارن نقششون رو بازی میکنن. این کارتون انقدر غیر عقلانی و غیر منطقیه، مثل اینه که بشینید یه فیلم سینمایی ببینید، 2 تا هنرپیشه، یکی داره نقش خوب بازی میکنه یکی داره نقش بد بازی میکنه، بعد به اونی که نقش بد بازی کرده شروع کنید فحاشی کردن. بابا این نقششه، داره نقششو بازی میکنه. ترامپ داره نقش دقیقاً پلیس خوب رو بازی میکنه.